ای پیروای کافر امام علی رحمانوف، ای پیروای ظالم که چادر و روسری و حجاب خواهر و مادر خود به زمین میزنی، از الله نمی ترسین؟ و پیام برای علمای طاغوتی شکم پرست تاجیکستانی است که ای خبثا، ای علمایی که شما را الله مثالتان به مثال سگ زدگی است، شما علمای درباری شکم پرست طاغوتی را الله مثال سگ را به شما زدگی است، گفته که شما به مثل سگ هستین، شما به مثل کلب هستین، شما به مثل مرکب هستین که تا بالای خود بار کردین و از این طاغوت تاجیکستان حمایت دفاع میکنین، از این براعت نمیکنین. شما هم جوابگو هستین. حکم الله سبحانه و تعالی برای امام علی رحمانوف رئیس جمهور